السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینک این ماه مبارک رمضان که اینقدر منتظرش بودیم در حال تمام شدن است. پس شما بر تلاش خود بیافزایید و در روزهای باقی هر لحظه آن را غنیمت بدانید. فراموش نکنید که طبق احادیث نبوی اجر و پاداش هر عملی نیک دوچند می شود. مثلا هر نمازی نفلی که در ماه رمضان ادا می شود در اجر و ثواب برابر یک فرضی است که در غیر رمضان ادا می شود. پس این فرصت طلایی را غنیمت دانسته روزهای باقی مانده رمضان را با ذکر و دعا، تلاوت قرآن و نماز شب، صدقه و دیگر کارهای نیک سپری نمایید. شاید رمضان آینده برای ما میسر نشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.